پول چرک کف دسته. هر کی پول داره یا باباش پولدار بوده یا اینکه دزدی کرده. خوشبختی باید رو پیشونی آدم نوشته شده باشه. میدونی من چند سالمه؟ دیگه تو این سن و سال کی میخواد به من زن بده؟ از این کار بیام بیرون، بعد دیگه کی میخواد به من کار بده؟ این دیالوگا واسهتون آشنا هست؟ شاید خیلیامون تو زندگیمون ازش استفاده کرده باشیم یا یه جا شنیده باشیم. به اینها میگن باورهای محدود کننده. یه قصه‌ای بوده که بچه فیلی زمانی که کوچیک بوده یه طنابی به پاش میبندن که این بچه فیل فرار نکنه. و زمانی که این بچه فیل بزرگ میشه و تنومند و قدرتمند میشه و توانایی اینو پیدا میکنه که حتی با خرطومش یک درخت گنده رو از ریشه بکنه پیدا میکنه، با این حال در همون موقع هم زمانی که طناب به پاش بسته است تکون نمیخوره، به خاطر اینکه باور داره که این طناب جلوی حرکتش رو میگیره. و این دقیقاً مثال همون باورهای محدود کننده‌ای هستش که مثل زنجیری گره خوردن به پای ما و به ما اجازه رشد و شکوفایی نمیدن. حالا این باورهای محدود کننده چه شکلی شکل گرفتن؟ این باورها اصولاً ریشه دارن در تجربیاتی که ما در زندگی به دست آوردیم یا محیطی که توش بزرگ شدیم، والدینمون، مدرسه‌مون، آموزش‌هایی که دیدیم و نهایتاً منجر به این شدن که ما رو به این باور برسونن که ما به اندازه کافی قدرتمند نیستیم و به ما اجازه شکوفایی ندن. پس ما یه جایی باید این باورهای محدود کننده رو متوقفشون کنیم. و بهترین راه حل برای متوقف کردن این افکار چیه؟ شک کردن به تفکرات و باورهامون. یه شکی داریم به اسم شک دکارتی. دکارت فیلسوف میاد میگه که ذهن ما مثل یک سبد سیب میمونه و باورهای ما مثل سیب‌های توی این سبد میمونن و ما هر چند وقت یک بار باید این سبد رو خالی کنیم، سیب‌های سالمش رو جدا کنیم و گندیده ها رو بریزیم دور. یعنی چی؟ یعنی همین باورهای محدود کننده و تخریب کنندمون رو باید بریزیم دور. بنابراین باید بهشون آگاه بشیم. اول باید ازشون خبردار بشیم و بیایم اونها رو با باورهای مثبت جایگزین کنیم که بتونیم رشد و شکوفایی رو پیش بگیریم. اگر شما هم از این باورهای محدود کننده دارین توی کامنت بنویسین، شاید کمکی باشه واسه افراد دیگه تا بتونن این باورهایشون رو شناسایی کنن و از شرش رها بشن.